هفته خبر تو خبر داره براتون. از زلزله بزرگی که این روزها زمین و زمان آخوندا رو به لرزه انداخته و انواع عمامه ها در سایزهای مختلف رو پریشون کرده، از اسمال بگیر تا این یکی که مثلا ایکس لارجه. از کسانی که با پخش برخی از فایل‌های صوتی یک مستمسکی به دست برخی از رسانه‌های غربی دادن که اینها دوباره این منافقین دوباره بخوان بیارن رو ابزار و آلات برگزاری همایش در اختیارشون گذاشتن، سالن کذایی در اختیارشون گذاشتن، جمع کردن برخی از مسئولین کشورهای عربی را و در اونجا از اسقاط نظام اسلامی سخن گفتن و متاسفانه برخی در داخل هم در از همین سوء استفاده میکنن، یه نحو همگامی میکنن. همه بدانن جمهوری اسلامی در باب امنیت خودش با احدی مسامحه نخواهد کرد. به این دراکولای عمامه دار باید گفت باشه با احدی مسامحه نکن، اما بدون که تو این مسیر یه چنین بلایی سرت میاد. حالا تو این وضعیتی که همه تو نظام ولایت دنبال یه خاکی میگردن که تو سرشون بریزن، این شیخ فری صابون برجام رو دستش گرفته و هی اون رو به دل جماعت جام زهری میزنه و خوابهای پنبه‌دونی خودش رو مصور میکنه. آقای روحانی با اشاره به شرایط پس از برجام تاکید کرد ما برای دستیابی به علوم و تبادل دانش نیازمند همکاری با دیگر کشورها هستیم. باید خود را با تحولات جهانی در چارچوب حفظ اصول تطبیق دهیم و از فرصت‌های پیش آمده برای دستیابی به فناوری پیشرفته به منظور توسعه کشور استفاده کنیم. البته تلاش روحانی برای شکستن تحریم‌ها با برجامش و دست یافتن به فرصت‌های جدید تا الان اینجوری از آب در اومده. Come on, keep going. Watch the brick. Keep going. Keep going. Don't stop. Don't let it. یکی از مشکلات شیخ فری اینه که تا میاد یه بازار گرمی بکنه و یه فیگوری بگیره، یکی مثل این استاد تمساح میپره وسط و یه پشت پای براش میکشه. گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی عزت این مردم رو میفروشید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه. زهی حماقت. اما مضحک‌تر از همه اینها خط و نشون کشیدن ممجواد ظریف برای طرف حسابای غربیه که نه به ریش بلا تکلیفش میخوره نه به خنده های آبکیش. وزیر امور خارجه تاکید کرد دست ایران در مقابله با بدعهدی امریکایی‌ها باز است. محمد جواد ظریف که به همراه رئیس جمهور به باکو رفته گفت ایران امکانات مختلفی را پیش بینی کرده است تا در صورت بدعهدی طرف‌های مقابل از هیچ جهتی ضرر نکند. البته تأثیر ادعاهای ظریف روی اقدامات طرف مقابل مشابه تأثیر این گربهه روی حرکات این ژیمناستیک کاره. اینم ضایع کردن شیخ فری و ظریف توسط یکی از اعضای مجلس وحوش. ته حرفش اینه که تو این مذاکرات دوغم نصیب آخوندا نشده. در بخش تحریم‌هایشون اشاره کردن که مطابق برجام تحریم‌ها لغو شده، آنچه که در برجام طرف مقابل تعهد داده، اما در میدان عمل تحریم‌ها با مشکلاتی روبروست. آمریکایی‌ها شیطنت میکنن، عهد شکنی میکنن، موانع تراشی میکنن و این برخلاف برجام هست. داره میگه خیزی که آخوندا برای شکار مگس برجام برداشتن یه خیز اساسی بود، اما نتیجهش این شد.
اینجاست که عظمای گردن شکسته باید دوباره بره بالای منبر رو شروع کنه به پنچرگیری از نظامش و با این جور روزه ها سر بسیجی های ریزشی رو کلاه بماله. دنبال زرق و برق زندگی دویدن، دنبال وسایل تجملاتی بیشتر، دنبال درآمد بیشتر دویدن یه مسابقه از اهل دنیا در این مسابقه واردن. حالا بعضیا زرنگترن، در این مسابقه بیرن جلو تا میلیاردها میکشن بالا. تو این مسابقه وارد نشید. نگید فلانی داره، فلانی به دست آورده، من دستم خالیه، منم باید داشته باشم. نه، این از آفات، نه فقط آفات بسیج، آفات هر مؤمن است. خیلی یارو ما دیدیم افتادن توی دنیا و زرق و برق و اینها، یواش 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 انگیزه ها ضعیف شد. عظمای بدبخت میخواد با این توصیه ها یه آبی روی آتیش جنگ و دعواهای باندهای نظامش بریزه، ولی آخه کسی سر بخور و بچاپ تو نظام با کسی شوخی نداره که. لشکر شکست خورده سایبری نظام معرفی می کند این شما و این یکی از جدیدترین دشمنان قسم خوردی نظام، یعنی تلگرام. نرم افزاری که گویا کاربران ایرانی را طلسم کرده و شده تنها پل ارتباطی برای گپ و گفت. بیش از 20 میلیون نفر کاربر فعال شبکه اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی تلگرام در حال حاضر در کشور ما وجود داره. 43% جرائمی که علیه هموطنانمون در حوزه فضای مجازی رخ داده و گزارش شده همکاران من رسیدگی کردن در حوزه شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی تلگرام بود. فضایی که همه ساکنانش آدمای عادی نیستند. مجرمان هم در آن هدفمند سرگرمند. وقتی پای عصر ارتباطات و تهدیداتش به میون میاد، دیگه شیخ فری هم نقاب اعتدال رو میذاره کنار و میگه دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه. یک نگرانی عمده هم البته و صد البته وجود داره. همینجور یک موبایل دست یک نوجوان دادن، دست یک جوان دادن بدون مراقبت، بدون هدایت، بدون آموزش، اون هم بسیار خطرناکه. هر کجا خواست سیر کنه، به هر که خواست پیام بده، از هر کس پیام دریافت بکنه، اینم شدنی نیست. بسیجی‌ها هم به عضلات مغزشون فشار آوردن تا یه چنین کلیپ مسخره‌ای رو برای مقابله با موبایل‌های استکباری درست کنن. یعنی هر کی اینو ببینه بلافاصله میره گوشیشو تحویل مراجع قضایی میده. بله. نوا همه اومدن. بچه‌ها سر صدا نکنید دیگه، ده قارون وایسید. مرتب. زنده داشت این عرفان نگاه نمی‌کنه دوربینو. من خوبم. نزدیک‌تر من لباسم خوبه. خوبه یه ذره دیگه. مرتب. آفرین. همگی بگید سیب. سیب. آقا جون شرمنده، من یه کاری واسم پیش اومد، سری برمیگردم. گوشی منه الان میام. مادر جون ببخشید من الان. مادر اشکال نداره. تو کجا میری؟ من جمعه مادر. برو. ببخشید. اما برای که معلوم بشه این شلنگ تخته های آخوندا برای مقابله با فضای مجازی و عصر ارتباطات به چی شبیه، مجبوری با یه فیلم کوتاه شبیه سازیش کنی. یعنی هر جا رو میگیره تق یه جای دیگه در میاد. اینم تازه ترین جنگولک بازی عظما در زمینه جنگ نرم. یعنی همه مسائل نظام حل بود، فقط مونده بود خامنه برای کتاب تن یادداشت بنویسه که اون رو هم نوشت و به این ترتیب مشت محکمی در دهان سرنتیپیتی و حاج سنبور عسل کوبید. من هم همین قصه را همیشه تعریف می کردم. حیف که خیلی ها آن را باور نداشتند. حالا خوب شد، شاهد از غیب رسید. راوی این حکایت که خود همه چیز را به چشم خود دیده
حکایت تنتن و سندباد را چاپ کرده است. حالا دیگر کار من آسان شد. همین بس است که نسخه این کتاب را به همه بچه‌ها بدهم. متن یادداشت رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی بر کتاب تنتن و سندباد. وارد شدن بی‌قافیه و زورکی خامنه توی داستان‌های کودکان یه همچین جوابی میخواد. وقتی میگن خودت رو قاطی نکن یعنی نکن دیگه. مشنگستان این هفته رو با حاج آقا زردالو شروع میکنیم که رنگ عبا رو با BMWش زرد کرده تا یه تصویری از فیش حقوقیش و اوضاع زرد نظام تو این روزها به نمایش گذاشته باشه. اینم یه سیخ پرتغالی از تئوریسین اعتدالی به عضوها و نوچه‌های دلواپسش. فرض بگیریم که امشب، امروز، فردا یه گروه 7-8 نفری از رهبران جنبش وال استریت میان به ایران، میرن قم، میگن حاج آقای کشوری ما که ارزه نداشتیم یه اقتصاد درست بکنیم، ما اومدیم شما با ما بگیم ما چی کار باید بکنیم، شما با ما بگید که ببینم اون الگوی موفق شما کدوم بوده. عزیز من شما هر جاش دست میذاری پوسیده است میره فرو. نظام بانکیت نگاه میکنی دزدخونه است. سود بانکیت رو نگاه میکنی تو غرب سود بانکی 2%، 3%، مال شما 20%، 30%. صنعتت رو نگاه میکنی، کشاورزی تا آخه شما چی داری که میگی دیگران بیان از ما الگو بگیرن اقتباس بکنن؟ وقتی خودشون بعد 37 سال اینو میگن تکلیف بقیه روشنه دیگه. طرف چهارچرخ خودش رو هواست، بعد میخواد لاستیکای بقیه رو تنظیم باد کنه. اینم یه شعر آبگوشتی از دلواپسا در وصف کلید شیخ فری. دست رعیت کلید روحانی، دست سلطان کلید روحانی، نرسد ناگهان زبانم لال، دست شیطان کلید روحانی. از عبایش طلوع کرد شبی ماه تابان کلید روحانی، توی دستش گرفت و بالا برد گفت هان هان کلید روحانی. بچه از روبروی تلویزیون گفت مامان کلید روحانی. هر ستایش 1000 تومان است مفت ارزان کلید روحانی، کمتر از لنگ کفش کهنه که نیست در بیابان کلید روحانی. مصرعی محض واج آرایی کشک کاشان کلید روحانی. اینم تازه ترین دستاورد نظام برای مقابله با ولنگاری فرهنگی. فقط 120 نفر از میان چند میلیون دختر خانم حرف عظما رو سر حجاب گوش کردن. اجرا هستش، برگزاری هستش، تقدیر و تشکر از 120 دختر خانومی هستش که تو مجموعه چادری شدن. الحمدلله ما تونستیم تو سال 94 120 دختر خانم رو چادری کنیم. نوبتی هم باشه نوبت شاخدارترین دروغ هفته است که این هفته همزمان شاخدارترین دروغ تاریخ هم است. شب میلاد پیامبر گرامی اسلام خدا در جشن تولد پیغمبر مژده ظهور خمینی را داده است. اینجاست که سناریست های بالیوود جمعاً غلاف میکنن و میزنن کنار، حتی اگه تو کارنامه‌شون سکانس هایی مثل این داشته باشن. در پایان توجه شما رو به شیرینکاری جالب با پرتاب بطری جلب می‌کنیم که یه جورایی قوانین فیزیک رو به چالش می‌کشه.